براتون شیرینی حلوایی سوهان آوردم، تو دهن آب میشه، نه شکر داره نه روغن. درست کردنش هم خیلی آسونه، نه فر میخواد نه همزن. مقوی و فوق العاده خوشمزه است. عجیب طعم سوهان میده. ذخیرش کن تا حتما درستش کنی. 2 لیوان آرد نخودچی و 10 دقیقه با حرارت ملایم تفت بدید تا خامش گرفته بشه. ارده رو اضافه کنید و با هم ترکیب کنید. حرارت رو خاموش کنید. پودر هل و عسل رو اضافه کنید، با هم ترکیب کنید تا یک دست بشه. توی ظرفتون نایلون بندازید، مواد رو بریزید و با گوشتکوب یا هر وسیله‌ای که دارید حسابی فشرده کنید. میتونید روش هر مغزیجاتی که دوست دارید بریزید. من پسته خرد شده ریختم. 2 ساعت بذارید داخل یخچال تا خودشو بگیره. بعد هم به اندازه های دلخواه برش بزنید. حتما داخل ظرف قرار بدید، بعد برش بزنید تا یک دست در بیاد. این شیرینی فوق العاده خوشمزه و مقوی، طعم سوهان میده. راحله خاوندی هستم. خوشحال میشم این آموزش رو لایک کنید و به دوستانتونم بفرستید.